روسیای بزرگ. روسیه کشوری است بزرگ و دارای فرهنگ‌های گوناگون. خلقیت‌های روس یا اینکه خلق‌هایی که در روسیه زندگانی می‌کنند با 100 زبان حرف می‌زنند. روسیه سرزمین پهناور از شرق تا غرب است. این سرزمین پهناور 17.1 میلیون کیلومتر است، یعنی 2 برابر ایالات متحده آمریکا. این شوخی نیست. این زمین ها 8% زمینی که قابل سکونت است را تشکیل می دهد. 24% مساحت روسیه در اروپا قرار دارد. اگر ما به قفا نظر کنیم، روسیه طی عصرهای گذشته اینقدر بزرگ نبود. مثلا 1000 سال پیش روس‌ها با گروه‌های مختلف خود در اروپای شرقی با مرکزیت کیف یعنی روسی کیفی زندگی می‌کردند. بعد از آنی که مغول‌ها سرزمین‌های آسیای میانه را تصرف کردند، به قسمت روسیه سر درآوردند. در عصر 14 تنها شهری که برای مقابلت کردن با مغول‌ها آماده بود این شهر مسکو بود، نه کیف. طی مبارزه‌های زیاد در نهایت سال 1480 حاکم مسکو ایوان سه روس‌ها را از زیر سلطه مغول‌ها خلاص کرد. در دوره حکمرانی ایوان گرازنی مرزهای روسیه از مسکو وسیع شدن می‌گیرند. آنها مرزهای خود را به قسمت شرق وسیع کردند. بعدها آنها سیبیر را گرفتند، جای سرد، جای دستنارس. آنها تا اقیانوس آرام هم رفتند، مرز دور. امروز روسیه به 85 قلمرو تقسیم شده است. 21 تای از این قلمروها جمهوری نامیده می شوند. این 21 جمهوری نام برده رسم و فرهنگ و آیین‌های مختلفی خود را دارند. مثلا یکی از جمهوری‌های بزرگ آن در قسمت شرقی روسیه، جمهوری یاقوتستان. 25% الماس دنیا از این جمهوری استخراج می شود. جمهوری دیگر این داغستان است که با آذربایجان و گرجستان هم مرز است. هوایی گرم دارد. غیر از زبان روسی با 13 زبانهای مختلف در اینجا حرف میزنند. 83% اهالی این جمهوری مسلمانند. جمهوری بعدی این جمهوری تووا است که آن در شمال مغولستان است. این مردمان شبیهاً به مغول‌ها مانندی دارند. همین طور روسیه بزرگ دارای قوم‌های گوناگون است که از هم کلاً تفاوت دارند.